محترم عبدالله راهنما، خوش آمده به استودیوی تاجیکستان تایمز، سامانه تاجیکستان تایمز. سوال نخستین ما این است که شما بار نخست در نشستی وارشاوا شرکت داشتین. برداشت شما از این نشست چگونه است؟ تشکر. من همچون یک کارمند بخش علمی و تحلیلی در صدها شاید کنفرانس شرکت کرده بودم. بنابراین تصور اولیه من در حقیقت این بود که این نشست هم یک کنفرانس است، به معنای آن که ما می رویم مسئله ها رو مطرح میکنیم، دیگران هم فکراشو میگویم، بررسی می شود، یگان قطعنامه یا یگان توصیه ها قبول می شوند. به این روحیه من اونجا رفته بودم. اما بعد چند روزی که گذشت، البته ببینید که این کنفرانس 2 هفته پوره دوام میکرد، 14 روز، دیدم که خلاصه من این است که این کنفرانس نبود، بلکه یک روند سیاسی مهندسی شده ای که در اونجا چند خصوصیت دارد. یکم این که تعداد نهایت زیادی اشتراک کنندگان، حدود 1,500 وکیل در عموم در طول 14 روز باید برآمده در مدتی بسیار کوتاه 2.5 دقیقه. ولی سخنرانم 2 دقیقه بیشتری از شرکت کنندگان از این انتقاد کردند که در 2 دقیقه امکانی ابراز نظر نیست. و برای هیئت‌های رسمی که از دولت‌ها معرفی می‌شوند همگی یک بار در یک جلسه امکانی صحبت کردن است. بنابراین نه محاکمه می‌شود، نه اظهار نظر می‌شود، نه توصیه ها قبول می‌شود، نه نتیجه گیری می‌شود. خب بعدا نتیجه گیری در خود ساحه اگر شد. بنابراین این یک صحنه اعلان موقع ها، صحنه اعلان منفعت ها، و چون فرصت کوتاه بود، اکثری خصوصا گروه های مخالف دولت ها که در اونجا به طور وسیع اشتراک داشتند، یک فرصتی برای گفتن گپ های خودشان، فرصتی برای تبلیغ کردن خودشان رو می شمارند. بنابراین از همین نظر یک چاره‌بینی خیلی خاص. بنابراین من نظر این بود که از نظری خودی همین کنفرانس همچون یک چاره‌بینی که مسئله ها رو بررسی کند، حل کند، چنین نبود. یعنی در اونجا چیزی حل نمیشد. اما یک چیز دیگری رو من مشاهده کردم که حاشیه این کنفرانس خیلی مهمتر از خودش بود. یعنی در همین اتاق‌های کناری، در تالارهای همسایه، در راهروها، وخوری‌های نهایت مهم بین دولت‌ها، سفیران، نمایندگان، گروه‌های مخالفین یک دولت با مخالفین دیگر، همایش و انجمن و چاره‌بینی‌های کناری گوناگون از سوی تشکیلات‌ها و دولت‌های گوناگون. یعنی اون حاشیه‌اش خیلی مهمتر بود و این تالار انعکاس چیزایی بود که در اون حاشیه حل میشه. بله، ولی در نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شدن دیده میشد که در جریان همایش بین هیئت حکومت و نمایندگان مخالفان دولت تاجیکستان بحث‌های تیز و تند نیز صورت گرفتن. عمدتاً سر کدام موضوع بحث می‌کردیم؟ خب ببینید، یک چیز عجیب این است که چون ما تاجیک هستیم، همون سگمنت تاجیکی اینترنت رو می‌بینیم، گمانی از اینجا از دوشنبه تصور این خیلی شد که در اونجا مسئله تاجیکستان و بحث تاجیکو خیلی مهم بود. اما برعکس بحث تاجیکو که از بحث‌های چندون درجه، مثلا قریب نصف از کنفرانس بحث روسیه و اوکراین بود، بالای کریم و دیگر مسئله ها. بحث کشورهای بالکان بود، بحث کشورهای نزد بالتیک با روسیه و اروپا بود، بحث درون اروپایی، بحث‌های دیگری آسیای مرکزی. اما چون بحث‌های تاجیکستان در فضای ما بیشتر انعکاس یافت، ما همین بخشش را برجسته احساس میکنیم. این یک. دوم اینکه بحث‌های روبروی شدید بین مخالفین و حکومت همچون دیالوگ در اونجا نشده است، بلکه اونجا 2 قاعده نظام ناموی هست. یکی این که اگر یکی از سخنرانان از موضوع بیرون براید یا به تحقیر طرف دیگر راه دهد، طرف دیگر میتواند با برداشتن اشاره دست یا اون نوشتجاتش
قطع کند و از برنده خواهش کند که اصلاح کنید که به موضوع برگردد یا تحقیر نکند. و همین لحظه است که با گوینده ها هم عکس العمل نشان میدهم به این. بنابراین فقط همین لحظه ها تیزتون بدن. اما این که مثلا بعد دوم نکته ای که وقتی جواب دادن این است که هر کشور هیئت‌های رسمی حق پاسخ دادن 1 دقیقه دارند. بنابراین در آخر جلسه نام نویس کرده 1 دقیقه برای جواب دادن. در همون دقیقه های جواب دادن به بعضی فکرها جواب های مشخص داده میشه. اما در خود کنفرانس مکالمه یا بحث روبرو روی نداده است و امکان هم نداشت، زیرا برآمد یک جانب یا یک نماینده اگر 1 ساعت پیش باشد، برآمد یک نماینده 2 ساعتی بعد است. همین چون در نوارها دیده میشد که رئیس هیئت دولت تاجیکستان ظریف علیزاده به نشانه اعتراض چند مرتبه سخنرانی نمایندگان مخالفین را بریده و این را یک نوع تحقیر و که توهین در قبال دولت تاجیکستان و رهبر دولت تاجیکستان تاکید داشتند. بله، همون با استفاده از حقوقی اصلاح کردن و با استفاده از حقوقی جواب دادن، رهبر هیئت و دیگر نمایندگان هیئت، کسی که اون روز در نزد میکروفون ششته باشد، این کارو کردن. زیرا طوری که گفتیم لحظه های یا سخنرانی های بود که در حقیقت بیرون از آدابی هم دیپلماتی، هم فرهنگی تاجیکی، هم منطقی معمولی بودن و برای همین رئیس هیئت تاجیکستان موافق صلاح‌الدین و موافق حقوق خود بعضی از اونها رو قطع کرده، از برنده یا گرداننده خواهش کرده که تحقیر نکنن یا اینجا رو بازار نکنن یا اینکه به موضوع اساسی که امروز بررسی میشد برگردن. زیرا یک چیز مشاهده میشد که اونها بعضی موضوع رو آماده کرده بودن و نامنویس میکردن و نوابسته از موضوع اساسی جلسه همون متن رو میخوندن. بنابراین در بسیار وقتا برنده یا نماینده حکومت یا کسان دیگر صحبت اونها رو قطع کرده میفتن که به موضوع امروزه جلسه برگردید و در همین موضوع معین صحبت کنید. عمدتاً در سر چی موضوع ها بحث ها میان هیئت تاجیکستان و در نمایندگان مخالفین صورت گرفت؟ خب ببینید، موضوع ها رو نه جانب حکومت معین میکند نه مخالفین، بلکه در همین طول 14 روز هر روز 2 جلسه تا نصف روزی و بعد نصف روزی صورت میگیرد و از پیش در روزنامه همین کنفرانس 2 هفتگی از طرف خود دفتری چینک‌های انسانی و حقوق بشری ساحه تحریزی شده است. مثلا روز اول اگر آزادی های عمومی و سیاسی باشد، روز دوم انتخابات های شفاف، روز دیگر حقوق آزادی های دین و وجدان و عقیده، روز دیگر حقوق زندانی ها، روز دیگر شکنجه، روز دیگر حقوق اویلا یا زن یا بعدن حقوق اقلیت ها، مناسبت های بین دین ها، حقوقی مثلا اقلیت های قومی یا اقلیت های دینی و غیره. یعنی موضوع ها از پیش معینند. بنابراین هیئت حکومت هم وابسته به تخصص و صلاحیت اعضاها کار رو بین خود تقسیم کرده بود. مثلا هیئت حکومت در آنجا حقوق شناسان، سیاست شناسان، دین شناسان، روزنامه‌نگاران که بودن وابسته به موضوع سخنرانی میکردن، چون صلاحیت صحبت کردن و جواب گفتن رو در اون داشتن. مخالفین هم وابسته به همون جدول در همون موضوع ها فکر و دیدگاه خود را آماده کرده بودن و میگفتن. بنابراین وابسته به روزنامه بحث پیش می آمد. میتوان گفت که همین نشسته یا که همایشی ورشه و یک صحنه، یک میدان برای تبادل نظری هیئت دولت تاجیکستان مخالفان باشد. یعنی شما در جریان این نشست یا این همایش شما از نقطه نظری اونها آگاه شدین که اونها واقعا چی میخواهند؟ به نظر من این کنفرانس صحنه مکالمه نبود، زیرا اولا خودی فرمت کنفرانس امکان نمیداد که مکالمه شود.
دوم اینکه صلاحیت هیئت حکومت یا وظیفه هیئت حکومت عموما مکالمه و مذاکره نبود، بلکه طبق روزنامه معین شده باید در همون مسئله های در روزنامه گذاشته شده موقع دولت جمهوری تاجیکستان، سیاست دولت، وضعیت داخلی کشور رو به حاضران بیان میکرد و روی مراجعت ما اون گروه های مخالفی نبودن، بلکه وکیلان یا هیئت های اون 57 کشوری اشتراک کننده در ساحه. اصلا این خیلی بگیریم ساحه یا سازمان امنیت و همکاری در اروپا یک سازمانی است که از اشتراک کشورهای عضو تشکیل شده است. اعضای رسمی سازمان محض دولت ها هستند، نه گروه های مخالف. کنفرانس هم کنفرانس دولت هاست، مکالمه دولت هاست، هیئت های رسمی هم هیئت های دولت ها هستند. بنابراین گفتگو بین هیئت های دولت ها می شود، ولی مخالفین همچون یک سازمان های حاشیوی در اون دعوت میشن یا اجازه فکرشان رو گفتن پیدا میکنن. از طرف دیگر چیزی که امکان نمیداد صحبت شود این بود که در حقیقت فضای روانی و اون موقعگیری که در اونجا بود خصوصا از جانب مخالفین از پیش یک روحیه خشین و تهاجمی و اعتراضی و تقریبا جنگی داشت. بنابراین همین بجای یک سخنرانی عادی همین از اولین کلمه سخنرانی تحقیر و دشنام و تنقیدهای سخت و آوردن مثال هایی که گاه ها کهنه شدن و گاه ها الکی حل شدن و غیره، یک موقع هجوم به موقع دولت در حضور این کشورها بود. برعکس من شخصا حالا اعضای دیگری هیئت رو نمیدونم، شخصا من همچون یک توجیه، همچون یک کارمند بخشی فکری و علمی تا حد خجالت بدم که چنین رجزخوانی در مقابل همدیگر در نزد این 57 کشور هیچ معنایی نداشت. اگر این کشورها مرجع می بودن، اگر این کشورها ما نجات دهنده می بودن یا به درد ما می رسیدن یا به درد مخالفین می رسیدن که ها بسیار مسئله حل می شد. بسیار از کشورهایی که مؤلفی بسیار از این بحران ها هستن اونجا نشستگی بودن، خود مراجعت کردن و امداد طلبیدن و همچون یک نجات بخش به اونها روی آوردن نشانه این بود که روندهای کلان جهانی منطقوی را سرفهم نمیرن. اگر اعتقاد چنین باشه که اگر در نزد همین کشورهای ساحه دردمون رو گویم این تبابت میشه یا دوا میشه، یک ساده پنداری هست. ولی از نظر این که شاید اونا این مقصد داشتن که به بهانه کنفرانس ساحه گپاشون گفته شد، از این نظر فهمیدن ممکن. اونا نمایندگان مخالفین با اون نامه مخالفین زندانی محمد علی حید که شما قرائت کردید زیاد انتقاد کرد و گفتن که شما این نکته را با این نکته توجه میکردن که نوشته که من 11 سپتامبر شکنجه نشدم، یعنی توس 11 سپتامبر و بعد 11 سپتامبر هم امکان شکنجه وجود داشت. زیاد با شما در همین زمینه ایراد گرفتن. همینطوره؟ خب بینید در مسئله مکتوبی یا بیاناتی محمد علی حید در حقیقت من به مقامات حفظ حقوق کشور باوری کامل دارم و اون رو شخصان بسیار معتبر، شخصان بسیار معتمد پیشنهاد کردن که در حقیقت آنها رفته با خود محمد علی حید صحبت کرده، با دست خود محمد علی حید همین مکتوب نوشته شده است و محمد علی حید یک خطی خیلی خاص خود رو دارد که حتی تقلید کرده نمی شود. بسیار خطی اگر با مکتوب نگاه کنید و بسیار یک خطی ناتکرار داره، بنابراین با دست خود این رو نوشته است و در این که همین نامه اصل هست من حالا هم یکم شک ندارم. این یک. دوم این که شکایت این بود است که روز 11 محمد علی حید شکنجه شده است
برای همین همون سوال دهنده هم سوال داده است که آیا در روز 11 شما رو شکنجه کردن و هم جواب داده است که نه در روز 11 ما رو شکنجه نکردن. یعنی سوال هم مشخص بوده است، جواب هم مشخص. اما چون اونها در حالت جنگ اطلاعاتی قرار دارند، همین رو یک نوع بی‌قرب کردن خواستن که چون که این نامه وقتی که وارد اون محیط شد تمام اون بافته ها و اون نقشه ها رو شکست. زیرا زندانیان سیاسی اصلا اگر موضوع زندانیان سیاسی من واقعا همچون انسان میخوام اول تاکید کنم که شخصا من هرگز خرسند نیستم که کسی در زندان است. این یک تصوری واقعا تهمت و بیرحمانه در حق ما مثلا هست که گویا ما خرسند باشیم که کسی در زندان است، خرسند باشیم که کسی در عذاب است. برای همین من اونجا تاکید کردم که من شخصا همچون انسان فاجعه یک خانواده را که پدرش در زندان باشد درک میکنم. ما برعکس وقتی که اون زن و پسری محمد علی حید صحبت کرد، ما هم همچون انسان مثلا زیر تاثیر قرار گرفتیم. ولی من اونجا گفتم که استفاده فاجعه اونها همچون یک سرمایه سیاسی و همچون یک موضوع گرانت گرفتن، این بسیار زشت است. این از روی شایسته یک آدمی متمدن نیست. یعنی ما این جنبه رو محکم کردم. و دوم مسئله محمد علی حید، اون مکتوب تمام اون طرح رو که گویا محمد علی حید رو گشته نمیتوند، نوشته نمیتوند، دست و پا شکسته است، از حرکت مانده است، همین رو رد کرد. بنابراین اون مکتوب بسیار ناگهانی، بسیار یک ضربه بزرگ به همون طرحی بود که اونها در مقابلی برای استفاده یا سوء استفاده از مسئله زندانی ها ریخته بودن. بنابراین چون عکس العمل شد، من فکر میکنم عکس العمل طبیعی است، زیرا ضربه سخت فریاد سخت رو به وجود میارد. همین خیلی از تفسیر.